سلام علیکم، چطورین؟ امروز میخوام در مورد فعل انفاقن صحبت بکنم توی یه معنی که اصلا هیچ ربطی به فاقن نداره، یه معنی کاملا متفاوت. میشه از کسی انتقاد کردن، به کسی توپیدن. مثلا میگیم که ich habe schlecht gearbeitet und deswegen hat mich mein Chef angefahren، یعنی اینکه من بد کار کردم به خاطر همین رئیسم توپید به من. Also mein Chef hat mich angefahren. انفعاً قطعا معنی دیگه هم داره دیگه، که مثلا ماشین میزنه به یه آدم، ماشین میزنه به یه ماشین. وقتی ماشین به یه چیزی برخورد میکنه میشه انفعاً. مثلا ein Auto hat den Fußgänger angefahren، یعنی یه ماشین زد به عابر پیاده. یا مثلا dieser Bus fährt auch diese Haltestelle an، یعنی اینکه این اتوبوس این ایستگاه هم وای میسته، این ایستگاه هم مسافر میگیره. اینا هم میشن انفاقن. پس بنابراین این سه تا معنی مهمه. انفاقن. موفق باشید.